میکند. خطا نفهمید. خوب برادر شروع میکند. با دقت تماشا کنید. از بنده خدا یعقوب و عزیز مصر. بیدر، آیا پیامبران به این دنیا برای چی آمدن؟ من سلام کنعانیان را به صدای امید میرسانم. بیدر، الان من میخوام زودتر صدای امید رو. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با کل بینندگانی که الحال ما رو تماشا کرده ایستادند و با کل نفرانی که در شبکه ما ابونه هستند. امروز در مهمانی خود یکی از تقلیدکارای تاجیک، یکی از معجزه هم بگیم میارزد و بسیاری آوازها تقلید میکند. یعنی که از 10 دقیقه با من نشیند و همین آواز ما را گوش کند و مثل من گرم میزند. این هم یک معجزه است. این برادر اویره های مولوی جنونی است که بسیاری برادران ممکن که شناسین مولوی جنونی کی هست. اویره های همون شخصیت است. از برادر خود را معرفی میکند و تقلید از فیلم حضرت یوسف که در رول حضرت یعقوب بازی کرده است از اون و نویرش خودش تنها آواز میتید. همه با شما پسند آمده باشد. انشاءالله از چندین اکتورهای دیگر آواز خواهد داد. خب برادر خود را معرفی کنید به برادران. سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به شبکه یوتیوب. امروز ما همراه دوستمون امید جان تصمیم گرفتیم که یک شوخی تقلید میگویند برادران عزیز. خطا نفهمید. تهدید اون چیزی است که مقصد با همون صدای و دیگر چیزها میگویی. مقصد چیزهایی که آبروی همون کس را پس زدن. از اینجا تقلید است. این یک شوخی است، مسخره نیست دوستانی عزیز. حالا ما میخواهیم که امروز در این برنامه تقلید کنیم از فیلم حضرت یوسف که فیلم ایرانی است. شاید که هر یکی شما تماشا کرده باشید. الان من هستم سنگوف منهاج‌الدین، سال تولدم 1996. بله برادران عزیز، این هم یک تقلید است. یک استعداد همین برادر است که خود را یک نشان بده. شما ببینید که چقدر استعداد خوب دارد. وقتی میگن که در راه خدا که برو آمدی دشمنان سنگ زدن میگیرد، من میدونم که با ما را حقارت میکنن که خودتون با حضرت یعقوب برابر کرده استین گناهگار میشین. در اینجا نه، با حضرت یعقوب خود را برابر نکرده است. ای برادر فقط از همون فیلمی که او اکتوری که در همون آواز داده است بازی کرده است در رول حضرت یعقوب از همون سخنرانی میکند. خطا نفهمید. خوب برادر شروع میکند. با دقت تماشا کنید. از بنده خدا یعقوب و عزیز مصر یوزارسیف. خداوند سبحان همیشه بر ما دوتمان رسالت و نبوت بلاها گماشت و ما را به مسائل گوناگون امتحان فرمود. جدم ابراهیم را پروردگار با آتشی نمرود امتحان کرد. بیدر، آیا پیامبران به این دنیا برای چی آمدن؟ تو سکه نافرزند لاوی هستی؟ نه بیدر، من فرزند یهودا. فرزندان من، پیامبران برای پیام پروردگار را به مردم رساندن آمدند و مردم را به راه راست دعوت کنند. بیدر، آیا پیش از شما پیامبر بود به این دنیا؟ آره فرزندان من، بود و خواهد آمد. پیش از من جدم ابراهیم را پروردگار با آتشی نمرود امتحان کرد و عمویم اسماعیل ذبیح الله را به قربانگاه کشاند تا او را قربانی کند و مرا نیز به فراق فرزندم که با نور چشم و قوت قلبم امتحان کرد. روز او را برادران به صحرا بردند و پیراهن خونینش را باز گرداندند. پسری داشتم که از یوسف با مادر برادر بود. بوی یوسف را از اون احساس می کردم. بنیامین. بیدر، آیا آخران پیامبر رو میشناسین؟ آره میشناسم فرزندان من. آخران پیامبر
به نام احمد خونده می شود که پس از اون پیامبر نخواهد بود. آخران پیامبر این محمد است که آخران پیامبر است، فرستاده از جانب پروردگار برای امت آخر زمانش است. خب برادران عزیز، شاید که بسیاری باور نکرده باشند که در حقیقت همین برادر گپ زدگی است. حاضر به همین آوازهایی که گفت یگان سخن دیگر میکنند. گوش کنین، خیلی با فکر که میفهمین خودتون. از بنده خدا یعقوب و عزیز تاجیکستان صدای امید، من سلام کنعانیان را به صدای امید میرسانم و میخواهم در حیات زندگی خوبی داشته باشد. بیدر، آیا صدای امید کیست که درباره اون حرف میزنی؟ فرزندان من، صدای امید یک بلاگر تاجیکستانی است که او را همه میشناسند، نه اینکه کنعانیان و مصریان. بیدر، شما را از کجا میشناسین؟ فرزندان من، اون جوان نوارهای اسلامی بر یوتیوب میپرتاید تا مردم از اون ویدیوها استفاده کنند تا پروردگار خود را بشناسند. در زمانهای پیش پیامبران می آمدند که دشمنان اونها را بد می دیدند و می خواستند که در حق اونها حرفای بیجا بزنند. امروز کسی حرفای حق را نمی خواهد. فرزندان من، دنیا با همین زیبنده است. اگر هر انسان خداجوی دشمن نداشته باشد از ثواب گرفته نمی تواند. هر پیامبر را خداوند با هر امتحان با مرتبه خود سنجش می کند. بیدر، من میخوام صدای امید رو ببینم. فرزندان من، صدای امید که یک جوانی 24 ساله از تاجیکستان هیچ کاری بدی نمی کند، تنها نوارهای اسلامی به یوتیوب می پرداید، اما بعضی انسان ها در حق اون حرفای بیجا می زنند. ما صدای امید را به کنعان دعوت می کنیم تا شما را ببیند، شما هم او را خواهید دید. بیدر، الان من میخوام زودتر صدای امید رو ببینم. البته فرزندان من، حالا بریم بازی کنیم، نگاه کنیم که گوسفندان به آن باغ ندرآید. خب برادران عزیز، خودتون دیدید که چقدر تقلیدهای خوب کرد و اگر که کدام شما خواهشمندین از کدام اکتیوری که شناخته است و آبرو دارد مثال بین مردم را، همین برادر با آواز همون گپ زند، در کامنتر حتما بنویسین. کسی که انتظار است. اگر بخواهید که باز روزهای نزدیک با این برادر درباره دیگر اکتیورها مثال تقلیدها کنیم، حتما در شبکه آبونه شوین و لایک مونید و پادلیسا کنید تا اینکه کمترک برادران ببینن استعداد این برادر رو. و باز یک مثال یک کار قیندی است که هر انسانی کار کردن نمیتواند. این برادر مهنت میکند و با همون آواز مثال گپ میزند. باز در آخر یک چیز دیگر را گفتنی هستم که درباره ما نوارها کرده ایستادند، خداوند همش هدایت کند. خب طرفداری از طرف رپ شده ایستاده است، یک رپرس یک سخن در حق ما زده ایستاده است، این قدر مردم در اومده در همون لایک بارون کرده ایستاده است و او را دستگیری کرده ایستاده است. ان شاء الله روز قیامت قطعا هم رپرس میخیزی. رپ چیزی حرام است، دستگیریش هم حرام است، سومش هم حرام است. وقتی که در حق ما یک سخنی باز زده ایستاده، ما را سیاه کرده ایستادن، از دست اونها هم قدر کار میبیاد. ورا یک آیت قرآن بپرس نمیدوند. من با نوار گرفته بودیم یک تاش یگان سوال جواب نداد. را الله هدایت کند. و باز یک چیز دیگر را گفتنی هستم که من یگان بلاگر نگفتم که بیام قطعی تو ویدیو کنم یا بیا قطعی ما ویدیو که یا ویدیو مرا پادلیست کنم. من یگان کس دستگیری طلب نکردم. من اینجا برادرم دلوار سفر است، قاری میرزا محمود جان است، آموزش نوین است، به مستری است و یک چند برادر دیگر نام نگرفتم، عذر زیاد. همین برادران است، دیگرش را کاری ندارم. کسی که چی کار میکنه کردن گیرد. در راه خدا که برو آمدی دشمن زیاد شدن میگیرد. وقتی ما راه خدا دست ما رو باید که سنگ بزند، باید که ما رو دشنام کنند. همین سبب خداوند هر یک ما و شما رو هدایت کند برای صراط مستقیم و گپ‌های هر خیلی سگ‌ها اهمیت ندین و یا سگن جکیدن میگیرن و در حق من چیزی که گوان واخشان مثال از طرف ریب گفته ایستادن، فکر عقیده بر دروغ و به دلیل گفته ایستادن. بازم خداوند هممون را هدایت کند. در کامنتر نویسین. ان شاء الله روزهای نزدیک بسیار تقلیدهای خوب میشود و فیلم‌ها ان شاء الله با همین برادر فیلم‌های تربیوی گرفتنی هستیم. کی انتظار است؟ در کامنتر نویسین. بازم خداوند نگهبانتون باشد. آبونه شوین.
خداحافظ.